سلام، من مانوشم. منم سیما. اینم پینکیه. ما اینجا یه عالم ایده داریم، چیزایی که حتی خودمونم هنوز نمیدونیم چیان، ولی مطمئنم از سیمانوش خوشتون میاد. ما اینجا قراره از روزمرگی هامون، مهاجرت، جاهای دیدنی، حتی چیزایی که عجیبن ولی ما میخریمشون، مثل این گل خوشگلت کو. بده میخوام آنباکسش کنم همینجا، همین لحظه. اعوذ بالله من میشه بدی من؟ من الشیطان. بده خیر. بی‌ترسی؟ آماده ای؟ بازش کن. چه خوشگله! وای چه چیزایی گوهی داره. عکسشو میگیریم میذاریم. آره عکسشو میذاریم. چه جنسی داره لعنتی. این نمیدونم چیه، یه سری پیلویلکاست. خیلی خوشگله توش. خیلی خوش میدی، بده من. یه سری کارتاست. توضیحات و قوانین. ممنونیم که خاطر نگار رو انتخاب کردید. خواهش میکنم. بخون. من ندیدم. اشکال نداره، بخون. این محصول رو سعی کردیم با دقت و بررسی صدها ایده مختلف برای افزایش رجوابیت اینا به درد ما نمیخوره و پس از آن مشورت با روانشناسان جمع‌آوری و نگارش کنیم. به امید اینکه بتوانید تسریع کوچکی در بازم به درد ما نمیخوره. اگر این محصول خاطر نگار رو دوست داشتید حتما ما رو به دوستاتون معرفی کنید. اینا رو همه رو میذاریم آخر سر میگیم دوست داشتیم یا نه، ولی خیلی خوشگله، خیلی قشنگه. خب سکوت. قوانین. به ما اعتماد کنید و خودتون رو به ماجراجویی‌های این کارت‌ها بسپارید. وقتی اسکرچ رو می‌خراشید گوش کن. وقتی اسکرچ رو می‌تراشید باید به چیزهایی که داخلش عمل کنید. هیچ بهانه‌ای پذیرفته نیست. این کارت‌های فرصت برای تقویت و لذت بردن بیشتر از لحظه‌هاتونه. کارت لیست نمادها رو قبل از تراشیدن بررسی کنید. من میگم بده ببینم چیه، نمیگی چیه اون. کارت لیست نمادها قد نوشته و آماده باشید که اون روز به بهترین شکل بگذرونید. یادتون نره که از لحظاتتون عکس و فیلم بگیرید و توی شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بذارید تا همه بدونن چقدر برای هم اهمیت دارید. حتما ما رو تگ کنید و از هشتگ خاطر نگار استفاده کنید. هشتگ هم دارم، هشتگ خاطر نگار. خب لیست نمادهاشو بخونم. چقدر معلومه. اونی که ماه داره این قرارها در طول شب انجام میشوند. اونی که خورشید داره این قرارها در طول روز انجام میشوند. اونی که ماشین داره فعالیت‌های این قرار در بیرون از خانه انجام می‌شود. اونی که خونه داره فعالیت‌های این قرار در داخل خانه انجام می‌شود. چه جالب که نوشته. یه دونه درخت داره این قرار در طبیعت خواهد بود. کوه، پارک، حالا طبیعت دیگه. یه دونه قاشق چنگال داره این قرار شامل خوردن یا سفارش مواد غذایی است. یا همون رو بیا. دو تا آدم که میدوئن داره این قرار شامل فعالیت بدنی است. پیاده روی دویدن فلان. یه دونه دارت داره این قرار چالشی و رقابتی بین شما خواهد بود. یه دونه لباس داره این قرار نیازمند پوشیدن لباس مناسب و یا خرید پوشاک است. یه دونه سبد خرید داره این قرار نیازمند خرید مواد اولیه از فروشگاه است. یه دونه تقویم داره این قرار نیاز به برنامه‌ریزی از قبل 1 تا 2 روز دارد. در این قرارها ممکن است لباس یا بدنتون کثیف شود. اونی که لوگوی کثیفی داره. حالا اجازه میدی من یکی دو تاشو ببینم؟ بده خراشی؟ نمیخوام ببینمشون، نمیذاری ببینم. هر کدوم از کارت‌ها چند تا دارن از این نمادها، یه دونه فقط نیست. ترکیبیه. بعد چقدر جالب. روش نوشته که چقدر هزینه‌تون میشه، چقدر زمان میبره. بعد اینکه محو شد. عجیب نشید لاترج. بنده. سوال خوبی. نمیدونم. من چی میگم؟ بنده. نمیدونم. کشوی آخری که آره. خونه ایناست. خراشیده شد یه ذره. بدو. تو بدو. خب این پشت چیز داره، ثبت لحظه‌های عاشقانه. باحال بود، بدک نبود، افتضاح، تاریخ و یه سری حالا میتونی بنویسی فلان کنی. یکیشو انتخاب. نحوه استفاده از کارت عاشق. ماه تولدم. انتخاب کارت. شماره 4 رو انتخاب میکنم. انتخاب کارت. یه عدد به صورت رندوم انتخاب کنید یا یه کارت از میان کارت ها بکشید. اصلا چند تا کارت کلا؟ 30 تا.
یا علی. چند 27 شما 27. اوکی. بررسی نمادها. با توجه به توضیحات پشت این کارت لیست نمادها نمادهای ریزی اسکرچ رو بررسی کنید. قراره که با تمیز کننده چیز قرار کثیف شه. قرار چالشی باشه، رقابتی چالشی و قرار کثیف شه. چه باحال بدون هزینه. هزینه نداره. خوبه همین انجام. من برام ماکارونی بریزی رو سر کله همینم. عمل به وظایف. کارت رو بپرشید و محتویات آن را به دقت بخوانید و آن را عمل کنید. پس از ترشیدن کارت امکان کشیدن مجدد کارت وجود نداره. ها؟ اگه اینو تراش دادی نمیتونی بری سراغ یکی دیگه‌اش، باید انجام بدی. الان بعد تراشی؟ الان بعد انجام بدیم؟ پس که قرار نبود الان انجام بدیم. حالا بتراش. بس من نستو. اینو چیه مثلا؟ این واسه خراشیدنه. دو تایی میشه. دو تا داره. من چون استندمو نیاوردم دیگه. چرا قلب منو میگیری؟ خب قلب من کو؟ قلب منو بده. قلبمو برداشت. قلبمو برداشت. قلب خودت پیدا کن. نیست. قلب تو نیست. نیست داره. سخته. چجوری میخروشونی؟ آها. آسیب نبینیم. انگلیسی نوشته؟ نه آسیب نبینیم. با خیلی سخته. سکه نداری؟ سکه نداری؟ با یه شر یه جوری میشه. خب ما مجبور شدیم که ادامهش رو بیایم اینجا بگیریم. من خواستم که از روش بخونم، خودم حقیقتا نفهمیدم چی نوشته بود. چالش سعی کنید نخندید. تو اینترنت دنبال ویدیوهای ترای نات تو لاف بگردید و ویدیوهای بامزه تماشا کنید و ببینید کدومتون میتونه بیشتر جلوی خنده‌شو بگیره. استیکر خندم گذاشته. برای جذاب شدن چالش موقع تماشای فیلم ها تو دهنتون آب نگه دارید. ببینید کی میتونه بدون اینکه توف کنه ویدیوها رو ببینه. حین انجام چالش ها از خودتون و واکنشاتون فیلم بگیرید. برای هیجانی شدن کار حتما قبل شروع چالش یه قراری با هم بذارید که بازنده بعد اون کار رو انجام بده. نظرتون چیه؟ چیکار کنم؟ مثلا یکی به بازی چیکار کنیم؟ برای پینکی کنسرت بخرم. ایده خوبیه ولی من پیشنهاد میکنم که یکم بیشتر روش فکر کنیم. این بدون هزینه 1 تا 2 ساعت زمانشه. این پشتش هم که ریت میدی باحال بود، بدک نبود، افتضاح. دیتش هم می‌نویسی، تاریخشو. جالبه. فکر کنم چیزای دیگه هم باید داشته باشه، مثلا قرار عاشقانه نباشه ها. آخه مثلا این اونقدر قرار عاشقانه نیست، قرار توف کنیم مثلا. کدوم دو تا عاشق یکم درد رفیقا بخوره، دوستانه باشه. اون جایش که به ما مربوط نیست سانسور می‌کنه. صحبتی نداری شما؟ انتخاب کن برام آب بیارم. من جدی میگی؟ آره. نه من واقعا جدی میگی؟ انتخاب کن بعدش بازنده چیکار کنه برام آب بیارم. خیلی ایشون داره من سورپرایز میکنه. خیلی بذارید بعد. قرار بود ما اینو فقط صرفا نشونتون بدیم. نه ول کن. نه I'm the best llama in the به من قرصمو بخورم. نه جدی. نه کی رفتیم اور هوم. کار دارم. تو نمیخوای لپتاپتو ببری درست کنی؟ کی میخواد اطلاعاتو درست کنی؟ سه شنبه صبح خوبه. خب فعلا تا سه شنبه صبح. پینکی چی پس؟ پینکی خدا بازی کنه.